دایمینا دعوت بودیم. من یه کمی دیرتر از بقیه رسیدم. وارد که شدم همه داشتن فیلم میدیدن. بلند گفتم سلام. بعد یارو توی فیلمه به طور اتفاقی گفت سلام و زهرمار مرتی که احمق. هیچی دیگه. همه از خنده پنج شدن که به اتاق. منم مثل کرباس رفتم. حالا چرا اینو گفتم؟ میخوام بگم وقتی رو دور بدبیاری و بدبختی باشی و به همه جا دیر برسی از زمین و زمان برات میباره. آی دکتر، این من بحثو کش نمیدم تا امت همیشه در سنه و بسیجی‌های فلک زده بیشتر از این کش نیان. مدیونین اگه فکر کنین منظورم مقام عظما بوده ها. نه سوال اینه، این دومینوی نارو زدن روسیه چرا به اینجا ختم شد؟ چرا پشت نظامو تو سوریه خالی کرد؟ درخواستم اینه که بحثو خیلی پیچیده نکنین. یه جورایی بگین که یکی مثل این نقدی و سلامی و فیروزآبادی و اینا هم بفهمن. اوه اینو که خب نمیشه هرچی بگیرم نمیفهمم. نارو وقتی اتکی بودن در بیاد میشه ناروی دوبله فک پیاده میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که ماشین مشنگه رو دزدیدن. خیلی ناراحت شد، اصلا داغون شد. ولی فرداش دید که ماشین رو برگردونه جلو خونش پارک کردن، یه نامه گذاشتن توش که ببخشید ما عجله داشتیم، مریض داشتیم، خلاصه عذر میخوایم. الانم بابت این 24 ساعت سختی که بهتون گذشت ما رو حلال بکنیم. یه سری بلیط مشهدم گذاشته بودن تو ماشین طرف به عنوان هدیه. مشنگه خوشحال بلیط‌ها رو برداشت و رفت مشهد. وقتی که برگشت دید دزده کل خونه رو خالی کرده. روشن شد یا بذارن که بری مسافرتی وسط. آی دکتر، بسیجی هم فهمیدن. از این بس که نمیشه به سادگی بودن، چون فک عمق استراتژیک نظام آورده پایین. حالا با اجازهتون این چالش رو میذارم میرم توی چاله دیگه. یه دو بیتی افتاده سر زبونم که دلم میخواد براتون بخونم. میگه که مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل وای به ما دائم به جنگی ای دل ای دل آخ اگه دستور رسه خونت بریزم ببینم تا چه رنگی ای دل ای دل. آیه دکتر، امسال که برجام داشتیم قرار بود یه چهارشنبه سوری راحتی هم داشته باشیم. بدتر شد که. چرا؟ مگه آرزومون این نبود که با برجام اقلا بخشی از این بدبختیامون تموم بشه؟ آیه دکتر نه بابا، نظام با اونایی که آرزوهاش میخوره به پنجره، کمونه میکنه میخوره به سقف خراب میشه رو سر خوده. تو چه دل خوشی داری که فکر میکنی با 2 سیر برجام کارا درست میشه؟ آقا رو بعضی بحثا تو جاده استراتژیک خط ممتدن، نمیتونی دورشون بزنی. از جمله چهارشنبه سوری رو نمیشه دور زد. روشن شد یا یه خط ممتد براش بکشم که به پری طرف طرفه؟ اصلا هم روشن نشد. من که حالیم نشد. وای به حال این پاسا بسیجی‌ها. بابا میخوام بگم که بدبختی عظما خط ممتدن. دورم که بخواد بزنه یه ترلی گردن کلوف میاد میزنه صافش میکنه. آخه عظمای بدبخت تو مهندسی انتخابات قبلی هم امامش به سنگ خود. بالاخره یه دولتی رفت و یه دولت دیگه اومد. نمیشه که عین هم باشن. آقا رو کجای کاری؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت خاک انداز بخره. فروشنده گفت اینو داریم 4500 تومان، اینم داریم 5000 تومان. طرف گفت فرقشون چیه؟ گفت هیچی دیگه، این 500 تومان گرونتره. روشن شد یا همچی بذارم که قیمت بره بالا 500 تا. آی دکتر رتب همش به من ضربه میزنی. پاک ناامید شدم. 500 تا هم اومدم پایین. یه موقع میگفتی این خوشبختی برای نظام و مقام عظما فاصله این بدبختی تا بدبختی بعدیه، ولی الان انگار بدبختی ها به هم چسبیده. آره بابا، اون که میگفتم مال قدیم بود. الان نظام تو بدبختی نقش اولو داره، تو خوشبختی اصلا سانسوره. آیه دکتر، سوال دیگه ای که دارم اینه که مقام عظما خیلی نگران نفوذ دشمن تو رأس نظامن. بلا نسبت آقایون احمد خاتمی و کاظم صدیقی و جنتی، هر اولاغی هم میفهمه که منظورش از رأس نظام که دشمن درش نفوذ کرده حاجی رفسنجانی و آشیخ فریه. سوال اینه که تو همون مجلس مقام عظما این دوتا هم بغل دستش نشستن. زبونم لال،
این وسط کی قراره که خر بشه و نفهمه؟ بسیجیا؟ رفسنجانی روحانی؟ خود مقام عظما؟ نکنه مقام عظما وقت اینا رو میبینه محبتش گل میکنه و دیگه اسمی ازشون نمیاره. کی آقا رو بعدن دکی هر اسم نیاوردنی که مال محبت نیست. تو کجای کاری؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به آقا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پیرمرد 80 سالش بود، پسر 50 سالش رو که میخواست صدا بکنه میگفت عزیزم، قند من، عسلم، خوشتیپم، پهلوونم، اینجوری صداش میکرد. وقتی ازش پرسیدیم بابا تو یعنی اینقدر اینو دوست داری که اینطوری صداش میکنی؟ گفت نه بابا، یه 10 سالیه که اسمش یادم رفته، اگه بفهمه فکمو پیاده میکنه. روشن شد یا چی بذارم که اسم این اونم یادت بره. آیه دکتر، در پایان سال اگه بخوام از بحثامون که همه در این برنامه فشرده بود جمعی بزنم، نظام الان مثل خر عصاری داره دور خودش میچرخه و به نظر من مسئول این همه بدبختی هم خطوط استراتژیکی بود که هرچی شما هم به مقام عظما گفتین تصحیح نکرده. بنابراین هم تقصیر شماست هم تقصیر مقام عظما. صاحب کو میرم ناکس، خیلی رو تو زیاد کردی آخر سالی. هر چی میخوای مقام عظما بگو، ولی اسم رو کنارش نره همینجوری با دست باز هر چی میخوای بگی. آیه دکتر، اگه فقط به اون بگم که دعوا نمیشه، ایشون که اصلا پشمی به امامش نمونده که کسی سرش دعوا لازم بکنه. نکنه که سر ایشون دعوا کنی، سر هزار تا مطلب دیگه دعوا میکنی. آخه تو اول برنامه هی مرتب بهش خر گفتی، نفهم گفتی، من گفتم هیچی حالیش نیست گفتی. آخه نمیشه بابا، رهبر گذران جهانه.